سلام دوستان، به تکنورد خوش اومدین. امروز میخوام یه قابلیت باحال دیگر رو توی نرم افزار داوینچی، نرم افزار ادیت فیلم و ویدیو بهتون معرفی کنم. این قابلیت یک قابلیت هوش مصنوعی هست که بهتون کمک میکنه صداتون رو کلون کنین و هر جای دوست داشتین ازش استفاده کنین و اینکه یک متن رو به زبان انگلیسی یا فرانسه یا هر زبان دیگه بهش بدین و براتون بخونه. بریم و با هم بررسی کنیم. من داوینچی رو باز میکنم. من از قبل یک پروژه به اسم صدا اد کردم اینجا. بریم داخل این پروژه. البته هیچ چیزی الان داخلش نیست، پس با هم باید یکی یکی مراحل رو جلو بریم. قبل از هر چیزی چک میکنیم ببینیم که چه فایلایی رو باید برای استفاده از این قابلیت داخل داوینچی دانلود کنیم. به قسمت منوی داوینچی ریزالو میریم و اکسترا دانلود منیجر رو میزنیم. اینجا اگر دقت کنین دوستان یک سری فایل هست که بعضی شما نیاز داریم دانلود کنیم. تو این مورد خاص AI Speech Generator با حجم 1.6 گیگابایت و AI Voice Training با حجم تقریبا 5 گیگابایت. بله میدونم حجمش زیاده، ولی در نهایت دنیای هوش مصنوعی همیشه پرحجم هست. باید فایل‌های بزرگ و حجیم رو دانلود کنید و در کل میصرفه به اون امکاناتی که به اون میده و راحتی کاری که برامون فراهم میکنه. من اینو میبندم. شما اگر خواستین باید بیاین اینجا و این دوتا فایل رو دانلود کنید. میرم و یک فایل تصویری اد میکنم داخل داوینچی. به این فایل نیازی نداریم، صرفا برای تولید تایملاین من آوردمش. یکی از پروژه های قبلیم هست و از اینجا یک فایل صدا هم اد میکنم که بعدا بهش نیاز پیدا میکنیم. فایل صدامون هم اد کردیم. حالا برای شروع کار من این فایل صدا رو میارم داخل تایملاین اد میکنم و اینکه باید بریم و صدای خودمون رو کلون کنیم. برای کلون کردن صدای خودمون اول باید یک فایل صدا از خودمون داشته باشیم. هر چقدر طول فایل صدا بزرگتر باشه کیفیت نهایی بهتر میشه. من یک فایل صدا اد میکنم که از قبل آماده کردم. فایل صدا اد شد. من اینو یه لحظه میارمش تو تایملاین که بهش گوش بدیم. این دوتا فایل قبلی رو سایلنت میکنم که فعلا مزاحمون نباشن. Hello and welcome to Budapest, one of Europe's most beautiful and fascinating capitals. همونطور که دیدین فایل انگلیسی هست بچه ها. شما نیاز نیست حتما فایل انگلیسی اد کنین، ولی برای اینکه خروجی بهتری بگیریم بهتره فایل رو به زبان انگلیسی آماده کنین و به داوینچی بدین تا صدا رو براتون کلون کنه. روی فایل صدا کلیک راست میکنیم، فایلی که میخوایم کلونش کنیم. AI Tools، قسمت داوینچی AI Voice Training اون انتخاب میکنین. قبلش یه هشدار بهتون میده که حتما باید از صدای خودتون یا صدایی که حق استفاده قانونیشو دارین استفاده کنین. اکسپت رو میزنیم و مرحله بعد یک اسم بهش میدین، مثلا حالا بن. و قسمت ترینینگ اکیوریسی دو حالت داره، یا بتر هست یا فستر. فستر رو انتخاب کنین زودتر انجام میده، بتر رو انتخاب کنین کیفیت بهتری میگیره صدا و استارت رو میزنیم. همونطور که میبینین میگه که این فایل از قبل وجود داره چون من قبلا یه بار ترین کردم و از اونجایی که ترین کردنش حدوداً نیم ساعت طول میکشه من دیگه مجدد ترین نمی کنم و با هم میریم و فایل ترین شده رو بررسی میکنیم. ولی شما فقط کافیه استارت رو بزنین و حدوداً بین 1 تا نیم ساعت صبر کنین تا فایلتون آماده بشه. من اینا رو کنسل میکنم. اینم از داخل تایملاین حذف میکنم. فایل صدایی که برای تست آوردم رو با هم گوش کنیم. The journey starts here in the streets of Athens, not just to see but to experience. به وضوح پیداست که این فایل صدای من نیست. پس الان برای اینکه به صدای خودم تبدیلش کنم روش کلیک راست میکنم. وایس کانورت رو میزنم. اینجا دوستان تو قسمت وایس مدل ما چند تا صدای پیش‌فرض داریم، 2 تا خانم 2 تا آقا، انگلیسی US و فایلایی که خودمون ترین کردیم. من الان بین یک رو انتخاب میکنم. میتونیم پیچش رو هم چنج کنین، یعنی تون صدا رو تغییر بدین که من فعلا دست بهش نمیزنم و میذارم رو همون 0 باشه. رندر رو میزنم. چند ثانیه باید صبر کنیم تا عملیات کانورت انجام بشه.
فایل کانورت شد به همین سرعت. من پلی میزنم. The journey starts here in the streets of Athens, not just to see but to experience. Every corner has a story, every alley invites you to explore. میبینین که صدا به زیبایی هرچه تمامتر به صدای خود من تغییر کرد و میتونم ازش استفاده کنم. یک مورد دیگه هم هست که اون جذابتره تا حدودی. شما میتونین تکست بدین و داوینچی تکست رو براتون میخونه. البته زبان فارسی رو پشتیبانی نمیکنه و اینجا حتما باید فایل صدایی رو که بهش میدین به زبان انگلیسی باشه. برای انجام این کار میریم داخل منوی تایملاین، AI Tools، Speech Generator. اینجا هم از قبل 4 تا صدا براتون آماده کرده که میتونین استفاده کنین. اگه نخواستین از این 4 تا صدا استفاده کنین میتونین کاستوم وایس خودتون رو داشته باشین. برای نمونه من یکی از این 4 تا صدا رو تست میکنم و بعد میریم و کاستوم وایس خودمون رو اد میکنیم. جنریت رو میزنم. گفته که 2 دقیقه زمان میبره تا این متن رو برامون بخونه که خیلی زودتر از 2 دقیقه انجامش میده. معمولا دفعه اول کمی طولانی میشه تا مدلش رو لود کنه توی حافظه و دفعات بعد خیلی سریعتر انجامش میده. میبینید که همین الان هم 2 دقیقه به 20 ثانیه نرسید که داریم به انتهای جنریتش میرسیم و فایل رو برای ما آماده کرد. بریم گوش کنیم ببینیم چی ساخت. Athena was the goddess of reason, wisdom, and war. She famously sprung fully formed from the forehead of Zeus, a major figure in the Odyssey in which she instructed. خب خیلی خوب بود و بریم و فایل صدای خودمون رو اد کنیم ببینیم چی میشه. بریم داخل تایملاین، AI Tools، Speech Generator و این بار به جایی که از صداهای پیش‌فرض استفاده کنیم کاستوم وایس میزنیم. زیرش لود داره، لود رو میزنین و صدای خودتون رو بهش میدین. که اینجا اگر صدای فارسی بهش بدین بعدا توی خوندن متن انگلیسی قاطی میکنه و زبانهای عجیب و غریبی رو براتون جنریت میکنه که شاید اصلا نشناسین چه زبانی هست. تو قسمت ستینگ هم شما میتونین سرعت و ورییشن و پیچ صدا رو تنظیم کنین که با اینا باید کار کنین اگر کیفیت نهایی صداتون خوب نبود تا یه صدای بهتری ازش بگیرین. من الان دست نمیزنم به اینا. در قسمت پایین هم آدیو ترک هست که میتونین مشخص کنین این صدایی که میسازه اون متنی رو که براتون میخونه صداش رو تو کدوم ترک آدیو اد کنه براتون که من معمولا همون نیو ترک رو میزنم و جنریت رو میزنم. اینجا یک چند دقیقه زمان نیاز داره تا صدای شما رو آنالیز کنه و مطابق همون صدا براتون خروجی بهینه رو تولید کنه و این هم معمولا زیاد طول نمیکشه. فقط بار اول که میخواد صدا رو آنالیز کنه احتمالا 1 دقیقه زمان میبره تا بررسی کنه و 1 دقیقه هم یا نه الان همون هم نگرفت برای تولید صدا وقت میذاره. بریم ببینیم چی شد. صدا رو آماده کرده. پلی میزنم. Athena was the goddess of reason, wisdom, and war. She famously sprung fully formed from the forehead of Zeus, a major figure in the Odyssey, in which she instructed. خب ببینید که خیلی نزدیک هست با صدای خود In من which she و از نظر رعایت کردن قواعد انگلیسی هم کاملا قواعد رو رعایت کرده و در واقع اکسنت یا لهجه خوبی داره. یه بار دیگه گوش Athena was کنید. the goddess of reason, wisdom, and war. She famously sprung fully formed این from the صدا forehead صدای of Zeus, خودشه. a major figure in the Odyssey in which she instructed. Athena was the goddess of reason, wisdom, and war. She famously sprung fully formed from the forehead of Zeus. این هم صدای من و میبینیم که به راحتی تونستیم یک متن تقریبا مشکل رو بدیم به داوینچی با صدای خودمون برامون بخونه و این میتونه به خیلی از دوستان کمک کنه، مخصوصا کسایی که میخوان یک ویدیوی 2 زبانه داشته باشن و میخوان که با صدای خودشون اون ویدیو رو بسازن، نه اینکه یک صدای شخص دیگری باشه مثل اتو دابینگ یوتیوب که با یک صدای ثابت همه ویدیوها رو ترجمه میکنه و معمولا کیفیت خوبی هم نداره.
اگر دوست داشتین که در مورد داوینچی و قابلیتاش بیشتر بدونین حتما تو کامنت ها بهم بگین تا براتون یک دوره آموزشی کامل داوینچی رو بذارم. اگر سوالی داشتین خوشحال میشم پاسخگو باشم. تا دیدار بعد، بدرود.